در حالی که ابراهیم علیه السلام چی میگفت؟ و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی من مریض میشم الله مرا شفا میده. در عقیده از این قسم تلقین کو که اذا مرضت فالله لا یشفیک، اگر تو مریض شوی تو را الله شفا نمیده. در غزنی برو که او صاحب او شاعری که در اونجا دفن است تو را شفا بده. در مزار برو که او یو کسی که دفن است تو را شفا بده. به قرآن رجوع نکن. الله میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما در قرآن شفا و رحمت برای مؤمنان جابجا کردیم، اما این انسان بالای مریض خود یک مرتبه عقیده نداره که سوره فاتحه را بخونه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. الله رب العالمین است. الله مرا خلق کرده، الله این مریض خلق کرده، الله این مرض خلق کرده، الله شفای از را خلق کرده، الله در کتاب خود شفا را برای عظیم مقدر کرده. از این خاطر و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. از این خاطر وقتی که عقیده خراب شد، وقتی که قرآن از قلب مسلمان بیرون برآمد، باز 4 نفر مداری و فالبین سر ازی، سر زنش، سر خانمش، سر فامیلش از آرا تجاوز میکنه. والله یک فالبین خودش آمد بر مکه سفر خودش گفت ما خانواده فالبینا هستیم، 3 استفاده از کسایی که پیش ما میکنن استفاده میکنیم از پیشش. استفاده مالی، از پیشش مال میگیریم. استفاده اعتقادی، عقیدهش خراب میکنیم. و استفاده ناموسی، پیش روش سر ناموسش تجاوز میکنیم. مرد شیشته خانمش در پس خانه میبره که من به خاطر از اینکه این مشکل دارم من ایره چرب میکنم، تحت پشت خانم تا پیش روی چرب میکنم و ایره باید ما برم در اتاق دیگر. شوهرش قرار برای شیشته و او امرای خانمش در او خانه داخل است. و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش میکنه که وقتی که یک مرد نامحرم با یک زن نامحرم در یک اتاق یک جای میشه، ثالثشان کی است؟ شیطان. ولی مشکل چی هست؟ عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه که ریسمان انسان تار تار میشه ریسمان اسلام وقتی که جاهلیت کس نفهمد. این کارهایی که در عصر جاهلیت میشد، در عصر جاهلیت قدیم، در عصر جاهلیت امروز میشه.